هر کدوم از بزرگواران یه تعریفی کردن از کارآفرینی. اون چیزی که من از کارآفرینی فهم میکنم اینه که اون کسی که بتونه از ظرفیت‌های موجود، قرار نیست بره ظرفیت جدید ایجاد کنه، از ظرفیت‌های موجود به خوبی استفاده کنه، در حقیقت حلقه ها رو به هم زنجیر کنه و یک ارزش جدیدی رو خلق کنه. این ساده ترینش هست. یه کسی که برای اولین بار فکر کرد دیگه نیاز به آژانس های مسافرتی نیستش، هر فردی میتونه خودش یه آژانس باشه. اون فردی که فکر کرد دیگه لازم نیست هتل باشه، هر خونه میتونه یه هتل باشه. اون فردی که فکر کرد دیگه لازم نیست یک پارکینگ مجتمع یک جای وجود داشته باشه، پارکینگ آزاد یه خونه میتونه نقش یک پارکینگ عمومی داشته باشه. ظرفیت وجود داره. امروز کارآفرین کسی هستش، کارآفرین هوشمند، ظرفیت ها رو بشناسه، چالش ها رو هم بشناسه، یک مسیر میانبر کم هزینه و چابک ایجاد کنه. این میشه کارآفرین. به نظر من تعریف عالیه.